گفتین چند رس؟ چند چی؟ چند رس 4 پا سرقت شده؟ لیسانس زیست جانوری داره، اون وقت واحد شمارش 4 پا رو نمیدونه. حتما واحد شمارش پلنگ هم نمیدونی نه؟ تا دیگه 2 تا پلنگ 3 تا پلنگ. تو هم حتما نمیدونی نه؟ عدد 2 عدد پلنگ 3 عدد پلنگ نیست. نفری یه لیسانس زدن زیر بغلشون، اون وقت واحد شمارش پلنگ رو نمیدونن. قلاده 2 قلاده پلنگ 3 قلاده پلنگ 4 قلاده پلنگ 5 قلاده پلنگ 6 قلاده پلنگ 7 قلاده پلنگ 8 قلاده پلنگ 9 قلاده پلنگ 10 قلاده پلنگ 11 قلاده پلنگ 12 قلاده پلنگ. از یه عدد خاصی به بعد واحد شمارش پلنگ تغییر میکنه؟ نه. از این به بعد برای تعداد بیشتری از پلنگ همون قلاده رو استفاده میکنه. پلنگ رو بیخیالشین به این 2 قلاده خر دزدیده شده من برسیم لطفا. این همه من توضیح دادم، باز برگرده میگه 2 قلاده خر. قلاده مال پلنگه. 2 قلاده پلنگ 3 قلاده پلنگ 4 قلاده پلنگ 5 قلاده. چند رس 4 پا از شما به سرقت رفته؟ 2 رس. رنگشون؟ حکم دادی. توسی. همین.